سلام. اومدیم یه ذره دیگه آشپزی کنیم، ولی این بار بی صدا. سبزی سوپه، اما خب توش کشنیز جعفری هم داره دیگه. یاس گوجه و سیر بجلو. بریم این آب کنیم که بپزه. ما بریم سراغ اینا. کاری که باید بکنیم پیاز، گوجه و سیر رو خورد بکنیم. چون مامانم داشت قور میزد صدای این تیکه رو حذف میکنیم. پیاز رو خورد میکنیم، پوستش رو میکنیم، یعنی بعد خورد میکنیم. البته پیاز برای تو خوب نیست. چوبو گذاشتم روش که اگه یهو خواست فوران کنه و بریزه رو کل گاز جلوش رو بگیره. این کار خوب جواب و چندین بارم جواب داده. میتونید تست کنید. خب حالا که همه مواد ریختیم داخل ظرف، وقتشه که سبزی سوپمون رو بهش اضافه کنیم که یه کوچولو یخ زده است که اصلا مهم نیست. مهم نیت کاره، مهم اینه که خوشمزه است. پس میریزیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که من دارم چیکار میکنم. هیچی، دارم جست میگیرم که اگه عکسام خوب نشد بعدا بتونم از توی ویدیو بردارم. هیچ وقت حضور افتخاری پنی رو توی ویدیوها فراموش نکنید. اون باید همیشه همه جا باشه. البته اگه وحشی بازی در نیاره. خب دیگه خیلی عاشقانه دیدید. برمیگردیم به ادامه آشپزی.
دقیقا نمیدونم چی تو سرم گذاشت، ولی خب یهو جو گرفتم، شروع کردم با قاشق رقصیدن. خب بس. Come closer. بیا. خب بس. ببین درست کردنش یکی از مهم‌ترین اتفاقایی بود که افتاد، چون خیلی خوشمزه شده بود و همین که یه طوری قابل خوردن نبود، ولی من خیلی دوستش داشتم. و پخته شدن نخود یکی از اعصاب ترین کاراییه که میتونم انجام، یعنی پختن نخود همچین چیزی که رو اعصاب من باید 24 تستش کنم و اونجایی که من یه ذره مخمه که بدونم اوکی الان پخته نپخته. آره این قسمت من کت و کول انداخت، میذارم رو دور تند.